یک کریم دندان مسواک روزه نمیشکنه. استفاده از سرمه چشم بر روزه ضرر نداره. استفاده از روغن مو، کریم رو، کریم دست و صورت به روزه هیچ ضرری نداره. حمام کردن یا غسل کردن در روز در حالت روزدار هیچ ضرری برای روزه نداره. استفاده از عطر خوشبویی به روزه هیچ ضرری نداره. حتی خانومی که طفلی داره که برش غذا تهیه میکنه، به خاطر اینکه که برای طفلک ضرر نرسه، چشیدن غذایی که برای طفل تهیه میشه به روزهش ضرری نداره. یا شوهر بد اخلاق داره که اگر دیگ شور شد یا بینمک شد خانه رو به جهنم تبدیل میکنه، خانم میتونه از غذا بچشه اما قرتش نکنه، به خاطر اینکه همین جنجال خانه و مشکلات خانه پیش نه، این برای روزهش ضرری نداره. پیچکاری کردن در ماه مبارک رمضان، چی پیچکاری در رگ باشه چی در گوشت باشه، برای روزه ضرری نداره. بنابراین اینها هیچ نقصی برای روزه نداره یا ضرری برای روزه نداره. متاسفانه در جامعه ما و شما و ذهنیت مردم ما به می ترتیب گفته شده بود، اکثرا فکر میکنن در ماه روزه پرسان میکنن که والله مسواک و خمیر دندان و نمیفهم به اصطلاح پیچکاری و فلان. حتی ما یک شوخی بکنم، جوانایی که نمزاددار هستن همسرشان رو آغوش میگیرن، کنارش میخوابن، رویش میبوسن، اگر در صورتی که به نفس خود مطمئن هستن که جنوب نشون یا به اصطلاح غسل سرشان واجب نشه، برای روزهشان ضرر نداره. تلفن صحبت